چند روز پیش کسی به من تلفن کرد، جوانی بسیار خوبی است، گفت که میخوایم امروز گپ داشتن. گفتم بفرمایید. آمد به من میگه که همین چی رقم مذهب است که با حدیث مخالفت میکنه؟ تو میگه تو برای ما بگو وقتی که مذهب مخالف حدیث باشد چی را قبول بکنم؟ حدیث را قبول بکنم یا مذهب را قبول بکنم؟ میبینه قید میگیره. من برش گفتم عزیزم، هرگاه مذهب مخالف حدیث باشه این مذهب او سوپرتو به حدیث عمل بکن. ولی قبل از اینکه بگم امیر، از تو یک سوال میکنم که تو لطف بکو امو جا که حدیث باشه و مذهب مخالف حدیث برات حکم بده، تو لطفا امو رو خب به من نشان بده. ما باز این مذهب خود در این خلطه مندازم، سرش بسته میکنم، اوسو مندازمش. ولی هرگاه تو امیر نفهمی و ناقی قارت آمده و خیال میکنی که مذهب یعنی مخالفت با حدیث، این خود ظرفیت خودت کوچک است. باز برام گفت که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها میفرماید که لو مت لغسلتک، اگر مردی تو را غسل میدم. در فقه حنفی اجازه نیست که شوهر خانمش را بشوید. این حدیث نیست، چرا مخالفت میکنه؟ من گفتم بالکل، خواهی تو نگوده که ما مخالفت، یک بار بگوی چی دلیل دارم، چرا من این رقم صحبت میکنم. پس گفتم خوب گپ ما را گوش کن، بعد از او باز بگو که ما مخالفت میکنیم یا نمیکنیم. ششتن حضرت عایشه رضی الله عنها برابر است تکریما، زیرا عرف روان است، زن زن میشوید، مرد مرد میشوید. حضرت عایشه که ششته میشود تکریمی است، تکریما برش گفت که جایگاهت آنقدر بلند است عایشه که اگر بمیری من تو را میشویم. یک نکته، بنان ما انکار حدیث نکردیم، تعبیر حدیث را دقیق کردیم. در کجا گفتیم که حدیث منکر است؟ از طرف دیگر برادر عزیزم، اگر در جای روان بودی که هیچ کس نبود، خانمت خدا نخواسته وفات کرد، تنها تو بودی، اتفاقا برو بشویش، برو جنازش بخوان و دفنش کن، هیچ کس مخالفت نیست. در کجا احناف گفته که نشوی؟ گپ سوم، خانمت وفات کرد، همین راست بگم تو تنها ششتش میتونی؟ تو تنها ششتش نمیتونی، کسی دیگر با تو همکاری باید بکنه. ولی تو تق جرأت میکنی که تو در وجود خانمت دست مندازی اوجا مادر و تو خواهرت استاد بوده باشد. تو چه تو جرأت میکنی که تو دست میزنی در اوجا خواهر خانمت و مادر استاد بوده باشد؟ یک باری اندکلیت انداختی یا ننداختی؟ بنان عزیزایم، این مذهب خو قضیه ای نیست که یک دو نفر بی سواد و دو نفر جاهل و خودخواه آمده باشد، دو کلمه را با هم تلفیق داده باشد و مردم گفته باشه این تو بریم. ما تو نو شروع کردیم، اونا تخصص دارن داریم، عمرشان داری دادن، و صدها کتاب مطالعه کردن. ما تو روایت میکنیم عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، او در امو جایش هست، در اول و دویش هست. و چقدر ظلم است آنانی که بحر علمند و یک نفری که نمیداند، عربی صحبت کرده نمیتواند، نحو و صرف را بلد نیست، از نظر تقوا و از نظر معرفت و اصول فقه و قضایای دقیق و ظریف علمی آگاهی ندارد. و این میخیزد چی میگن؟ ابو حنیفه را که کشیده، امام شافعی را که کشیده، این مذاهب منبع فساد است، این مذاهب تفرق را ایجاد کرده، این مذاهب مردم را جدا کرده. خب تو جاهل هستی، تو نمیدانی. مذاهب در خدمت دینند، مذاهب در خدمت تعبیرات دینند. اونها مردمایی هستند که به مراتب قویند نسبت به ما. پس یکی کارای همی به نام مذهبی هست، نفهمیده که نه بوی از مذهب میبرد، نه دانش داره، نه علم داره، مذهبم بد کردن.
دکاندار هستند، منافع مادی خود را میبینند. صحیح شد. و چیز مذهب بیچاره نگفته، سر مذهب چپه کردن. دیگه مذهب چه کردن؟ تو به خدا همی اسقاط خورا. امیر در مذهب است، امیر اشخندیات در مذهب است، ولی مذهب ما بدنام کرده در دفاع می خرافات برای. بس نکته در اینجا سایزم که یک تعداد جاهلانه میخواد تراس بزنند. هرگاه امام ابو حنیفه نفهم، باز من میفهمم. امام شافعی، امام مالک نفهم، من میفهمم. نه ایمان ما به اونها میرسد، نه علم ما به اونها میرسد، نه تلاش ما به اونها میرسد، نه صدق ما به اونها میرسد. هیچ چیز ما نمیرسد والله. از طرف دیگری عرض میکنم، هر کسی که به مذاهب سرش خلاص کنه. بخاری تدریس بکن، خب من شروح بخاری را از تو میگیرم، باز بخاری را تدریس کن. من عینی را از تو میگیرم که شرح بخاری است. من فتح الباری را از تو میگیرم که شرح بخاری است. من فیض الباری از تو میگیرم که شرح بخاری. و شروحی کل صاحبای مذهب نوشته کردن. شروح بخاری را کی نوشته کرده؟ اهل مذهب نوشته کردن. بعد از بازم در تو میمانم حدیث تو بیا نرش بخوان. والله اگه بوی ببری، والله اگه دهنت خلاص کرده بتونی، من تو را میگیرم قرآن و سنت همه تو در دستت میتم و برات میگم کتاب الطلاق بخوان، از قرآن و حدیث بخوان، با جوابای مردم بده. والله اگه یک دقیقه گپ زده بتونی، بسیار ظالمانه گپ است، بسیار غیر علمی است. تراس قطع نکنین، با تراس احترام بگذارین، ارزش برش قائل شوین، ولی قضایا را علمی کنین. دقیق شده؟ قضایا را علمی کنین. عصمت تنها از کیست؟ از رسول ما صلی الله علیه و سلم. از رسول الله که پایین شدی هر کس اشتباه داره، ولی مردهای قوی اشتباهاتشون حساب میشه. 1 2 3 4 5 اشتباهشان حساب میشه. از مردمای مسلم ما واری خوبی هایش حساب میشه. نفهمیدی؟ 1 2 3 4 5 خوبی کرد. پس کسی که مؤاخذاتش حساب میشه با کسی که خوبی هایش حساب میشه، چقدر فرق است؟ بسیار فرق است. پس تراس را احترام بگذارین. مذهب اگر از ذهبه بگیری به معنای راه است که تو باید سرش بری، ماچش نکو، به مطلب خود را برسان. اگر از ذهب بگیری به معنای شی را ملمح کردن، زیبا کردن، اصطلاحاً مجموعه از اقوال و نظریات مجتهدین کرام است که از دین آسان تعبیر کردن تا دین آسان تطبیق شود. دین چی است؟ کتاب الله و سنت رسول الله. قال الله قال رسول گفته شد چوب شد، غیر قال الله قال رسول بر چیز گفته شد تحلیلش کن، چرا برش بگو. امام ابو حنیفه از کجا گفت؟ این حقت است باید بگویی. امام مالک چرا گفت؟ باید حقت است باید بگویی بفهمی. این حق است. این حق نداره کسی از ما کسی را بگیره که من استدلال کرده نتونم، ولی تو راز قطع نکن، نتاز. من ابو حنیفه هم یک ملاست، من یک ملاست. استغفر الله. ابو حنیفه 17 حدیث یاد داشت. سبحان الله چقدر ظلم.